بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد. وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اکنون ما یستفاد من الآیه، اون فایده های را که از آیت گرفته می شود. در تحت همین آیت شیخ 5 تا فایده را ذکر میکنه. فهمیدید؟ کسی که از شما پرسد بود که و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، از همین آیه کریمه چند تا فایده ذکر کردن میتوانی؟ انا شیخ برای ما و شما 5 تا فایده ذکر میکنه. میگه که وجوب افراد الله بالعبادة على جميع الثقلين الجن والانس. واجب بوده است، همین آیت خواندیم و فهمیدیم که یکی از فایده های آیت از این عبارت بوده است که واجب بوده الله را در عبادت چیکار کردن؟ یکتا اعتقاد کردن. این واجب بالای کیست؟ بالای جمیع مخلوقات، یعنی بالای جن ها و انسان ها. ثقلین گفته جن و انسان ها رو میگم، برای ما با شرحش گفته است. دویم چی فایده گرفته می شود از آیه کریمه؟ میگه که بیان الحکمت من خلق الجن والانس، روشنی در بیان فایده از یا که حکمت از آفریدن جن ها و انسان ها را فهمیده. دیگر فایده از چی بوده است؟ از چی عبارت بوده است؟ آیت بیان روشنی انداخته ایستاده است. چرا؟ حکمت را، فایده را از آفریدن جن ها و انسان ها. اگر از شما پرسن که حکمت چیست از آفریدن جن ها و انسان ها، میگید که عبادت است. از کجا این حکمت فهمیدی؟ میگید که از آیتی و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، حکمتش معلوم بود است. سیم ان الخالق هو الذي يستحق العبادة دون غيره ممن لا يخلق. فهمیدید؟ این فایده سیم ببین. خالق یعنی آفرنده، هو الذی، انا همون آفرنده است، ذاتی که لایق عبادت. لایق عبادت کیست؟ الخالق. دون غیره، نه غیر خالق. ممن لا یخلق، از کسانی که آفریده نمیتواند. اون کسی که راست کردن نمیتواند، آفریده نمیتواند، وی لا یستحق العبادت بل یستحق العبادت الخالق. هم خیلی آخر چی خیلی یک سنگه یا که یک گاو عبادت خدا گفته عبادتش میکنه که آیا گاو یکون چیز راست کردن میتواند؟ یا که آیا سنگ یا درختی که مردم عبادتش میکنند یکون چی آفریده میتواند؟ نه، نباشد حق بری عبادت نبوده است، لایق عبادت نبوده است. ففي هذا رد على عباد الاصنام وغيرها. در ان همین رد شده، همین آیت خودش رد شده یا که بگیم جواب شده علی به مقابلی، اینجا علی به معنای مقابل شده. انا همین آیت یا که در همین سخن رد شده به مقابل یا که بگیم جواب شده به مقابل بت پرست ها. عباد الاصنام گفته کسان را میگن که بت ها را عبادت میکنند و غیرها و غیر از بت ها دیگر سنگ و چوب و خار و خس و استخوان و دیگر چیزها را غیر از الله عبادت میکنن. خب چهارم فایده چیست؟ میگو که بیان غنی الله سبحانه و تعالی عن خلقه و حاجت الخلق الیه. در همین با یک بیان شده ایستاده است غنی الله سبحانه و تعالی عن خلقه. غنا به معنای چه؟ به معنای محتاج نبودن الله تعالی از خلقاش. اگر یک کس پرسد که الله محتاج خلقاش هسته، میگه که نه، الله بای است، الله محتاج نیست عن خلقه، یعنی محتاج به خلقاش نیست. به کیه محتاج؟
حاجة الخلق إليه. انمی آیت با دلیل شده است که محتاج بودنی خلقها به الله به خلقها محتاج نیست، بلکه خلقها محتاج الله هستند. برای چی؟ لأنه هو الخالق و هم مخلوقون، چون که الله خودش خالق است. خالق محتاج نیست، ویها باشند مخلوقن، مخلوقا محتاج خالقشون هستند. فهمیدی بچه؟ پنجم، اثبات الحکمت فی افعال الله سبحانه. انمین آیت اثبات کرده است، ثبوت کرده، دلیل آورده است حکمت بوده است در کارهای الله تعالی. یعنی یگان کار نیست که الله تعالی وی را به حکمت آفریده باشد. یگان کار نیست که الله تعالی بی فایده و آفریدگی باشد. حکمتی همون کار الله را یا بنده ها میدانند یا نمیدانند، ولی خواه بنده ها دانند و خواه ندانند، البته در کارهای الله تعالی چی بوده است؟ حکمت بوده است، یک فایده بوده است. فهمیدی بچه؟ این بود یعنی اختصارا معنای گویم یا که گویم شرحی یا که موضوعی گویم کتاب التوحید و قول الله تعالی و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. و صلی اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.